در یک اتفاق غیر معمول موشک‌های ایرانی بدون هیچ پیش‌هشداری به حیفا اصابت کردند. کانال 12 رژیم صهیونیستی اذعان داشته که آمار تخریب‌ها و ویرانی‌ها بالاست و تلفات زیادی هم داده شده، کشته‌ها و مجروحانی که خود کانال 12 رژیم صهیونیستی به اون اذعان کرده و تاکید داشته که این یک اتفاق غیر معمول بوده که موشک‌های ایرانی بدون هیچ پیش‌هشداری به اهدافشون در حیفا اصابت کنند. تصاویری که می‌بینید مربوط هست به موج جدید حملات موشکی ایران به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی که از دقایقی قبل آغاز شده. هدف این حملات حیفا، تل‌آویو و قدس اشغالی هست. کانال 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرده که این یک اتفاق غیر معمول بوده که موشک‌های ایرانی بدون هیچ هشداری به اهدافشون در حیفا اصابت کردن. این تصویر جدیدی که الان میبینید مربوط هست به انفجارهای گسترده و ویرانی‌های گسترده و تخریب‌های بالایی که در این مناطق اتفاق افتاده. منابع خبری رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تلفات بالای این حملات خواهد داشت، به ویژه اینکه این اتفاق غیر معمول هم رخ داده که بدون هیچ هشداری این موشک‌ها اصابت کردن و بعد از اون آژیرها در سراسر سرزمین‌های اشغالی به اصطلاح در اومدن. منابع خبری